با سلامی دیگر باره از دفتر مرکزی رادیو زودی در پراگ به همه شما بینندگان عزیز که همین حالا ما رو تماشا دارید و چون همیشه در همین وقت من برای شما در چند دقیقه سرخط خبرهای روز رو خواهم گفت و البته بعد از 3 ساعت دیگر در ساعت 1 به وقت پراگ ما برنامه خبری خواهیم داشت در پخش مستقیم و اون موضوعی رو که حالا من برای شما میگم این مطالب رو ما در برنامه خود جو میدیم و البته بر علاوه خبرهایی که تا اون وقت به دست ما با کمک همکاران ما در تاجیکستان و دیگر منطقه خواهد رسید. خوب بتنشی نوبتی در مرز با تاجیکستان و قرقیزستان طبق خبرهای رسیده شب گذشته ساکنان اقصای بودکند قصد داشتند به سوی یک ساکنی ورق که میخواست از این گذرگاه عبور کند از منطقه شکاری طرفش آتش کشایند اما وی ماشینش رو به تندی به حرکت درآورده فرار میکند. در نتیجه تیر بالونهای ماشین را سوراخ کرده است. حالا نمایندگان مقامات شهر اصفهان و بودکند در جای حادثه این قضیه را بررسی دارند. در برنامه خبری در این باره تفصیلات میدیم و هم خواهیم دید که جانب قرقیزستان در رابطه با این قضیه چی میگه و اگر شما بینندگان عزیز در یاد داشته باشید هفته گذشته تعمیر روی اصفهان ورق که بخشی از آن از حدود قرقیزستان میگذرد باعث بحث میان ساکنان نزدیک مرزی دو کشور شد. مقامات شهر اصفهان تاجیکستان گفتند ساکنان دهه اقصای نویای بودکند قرقیزستان مانع تعمیر اساسی شاهراه اصفهان ورق گشتند. تربوز ارزانی می شود اما اکنون دهقان ضرر می بیند. وزارت کشاورزی می گوید امسال کشت محصولات پولیزی نسبت سال گذشته 1 برابر زیاد بوده حاصلش نیز در تاجیکستان خوب شده است. از همین سبب در بازارها نرخ تربوز 1 برابر ارزان شده است. حالا وزارت کشاورزی اظهار تشویش می کند که ارزانی نرخ تربوز به خواجگی دهقانی ضرر می آورد. سال گذشته در همین موسم بنابر نامساعدی آب و هوا و کم کشتن تربوز و خربوزه نرخ این پولیزی ها به اصلاح دندون شکم بود. آن زمان کشاورزان توجیک شکایت داشتند که از پرورش تربوز تقریبا هیچ درآمدی نگرفتند. ساکنان در نوبت خود از نرخ کیهانی و مزه این پولیزی راضی نبودند. در این باره امروز گزارش خواهیم داشت در برنامه خبری ما رو حتما تماشا کنید. دادگاه عالی افسریا از حکم استرداد یکی از دورترین سرمایه‌داران اوکراین دیمیتر فیرتاش به آمریکا پشتیبانی کرد. فیرتاش در ایالات متحده با فساد متهم می شود. او خود را بیگناه می شمارد و اصرار می ورزد که عیب‌نامه‌اش در آمریکا جلوی سیاسی دارد. ضمناً فیرتاش در آغاز سالهای 2000 یک مدت به طور فعالانه به بازار تاجیکستان نیز پای گذاشت و در سال 2002 تاجیک‌آزاد بزرگترین کارخانه تولید نیروهای مینرال واقع در شهر لیوکند یعنی سربند سابق ولایت ختلان و سال بعد کارخانه دوزندگی گلستان در مرکز دوشنبه رو خصوصی گردانده بود. در این باره ما برای شما در برنامه خبری بعد از کمتر از 3 ساعت دیگر تفصیلات خواهیم داد. گرمی غرق شوی را بیشتر کرد. تنها از اول همین ماه 40 نفر در حوض کل و دریاهای تاجیکستان غرق شدند. از این شماره بیش از 20 نفرشان نورسانی تا 17 ساله هستند. چرا با وجود تاکید و هشدارهای پای در پای ساکنان جان خود را زیر خطر میگذارند؟ فکر میکنم بار دیگر برگشتن به این موضوع در برنامه امروز از منفعت خالی نخواهد بود و شما نیز اگر برنامه رو تماشا کنید میبینید که کودکان و نورسان چگونه در مکانهای ممنوع آبوزی میکنند و هیچ کفالتی هم نیست که این گونه آبوزی ها با فوجیه نمی انجامد. و همچنین در برنامه امروز یک گزارش هم خواهیم داشت درباره استفاده کرانهای باربردار در ساختمان هایی که شمارهشان حالا تنها در حدود پایتخت به 10 عدد میرسد. طور مسئولین میگویند گاه‌ها راننده های این کران ها قاعده های بی خطری را رعایت نمی کنند و طور ما در گذشته نیز چند گزارش داشتیم افتیدن و شکستن کران های بیناکاری به ساختمانچیان و هم منزل های ساکنان آسیب رسانده بود. خلاصه بینندگان عزیز با ما بیایید بعد از کمتر از 3 ساعت دیگر و گزارش های جالب شما رو انتظار هستند و من نیز امیدوارم که همه شما رو در برنامه خبری خواهم دید. تا ملاقات بعدی در برنامه خبری.